دخترمو بردم خونم بابام یهو اومد رو سرم. نه پشما چیزی نگفت؟ چرا؟ برو اون ورکارتا نیست. یارو به بچهش میگه برو دم پنجره وایسا، هر ماشینی رد شد به من بچهش میره دم پنجره میگه پشو، سمند، پیکان، باراباس، علی مردانی هم داره زنشو میکنه. بعد بابایی میگه تو از کجا میدونی؟ بچه میگه آخه پسره بودم دم پنجره است. 100 دفعه گفتم این ماسماسکو بذار رو شکمش. این چیه؟ گذاشتم رو شکمش دیگه. خب اگه گذاشتی رو شکمش پس این چیه؟ ببینم بابا اصلا معلومه چی گرفته تو بخوای ببینی. بابا خب این هومه شکمشه دیگه، نه خب این رودشه. اینم نه معلوم نیست کلیه‌ش چیه. نه بابا من کلیه تو عکس دیدم اینقدر. اصلا بلد نیستم، شما که بلدی خودت تنظیم کن عکس بگیرم.